فاطمه رکسانه من روز 32 دقیقه داره درس میخونه، بهش میگم درس نخون، پول ها تا صبح پول ها. با 18 ساعت درس خوندن در روز کدوم گاوی به کجا رسیده که این اسکل بخواد برسه؟ یک غذا بلد نیست درست کنه. فاطمه رکسانه من رشته آبیاری به گلهای زیر دریایی گرایش و جلبک ها قبول شده. چه رشته جدیدی؟ آخه بهشتی دندون پزشکی شد رشته، پول در میاد ازش. نمیدونم والا، ولی خب شغل فاطمه رکسانه من کاملا مرتبط با کارشه. نیل آرتیسته، ناخونکاره، انواع موجودات دریایی رو ناخون میکشه. حالا این دختر من رفته مجارستان با این دونا کالج 90% کشور رو داره کنفرانس میذاره، درآمد دلاری داره، ویزا شینگن گرفته واسه منو، پزشکی داره میخونه. خب که چی بهش میگم عزیز من؟ تشریف تو همین کشور داشتی، صبح رفته سر کار زور برمیگشتی، این حقوق ثابت خود این آباریکه رو بالاخره تو داشتی. یه خواستگار داره صبح تا شب براش